بریم این فیلمو موشکافی کنیم. اولا که این اینترنشنال نوشته که حمله بزنی در درمانگاه قم برای حجاب اجباری. این صحنه رو نگاه کنید، یه خانم چادری الان اینجا به این خانم تذکر میده، میگه حجابتو رعایت کن، ولی اون خانم هنجار شکن توجه به این قضیه نمیکنه. حالا اینجا سمت راست گوشه پایین یه روحانی میاد، گوشی دستشه، زاویه گوشی رو نگاه کنید، اصلا سمت اون زنه نیست که اونجا نشسته و هیچ عکسی نمیگیره، گوشیشو چک میکنه و میره. بعد این زن میاد حمله میکنه به این طلبه و شروع میکنه به فحاشی. حجم فحاشی های این زن هنجار شکن به قدری زیاده که خود اینترنشنال روی فوش های این زن صدای بوق گذاشته. نگاه کنید شما تو این تصویر حمله از سمت طلبه رو میبینید یا حمله از سمت این زن سلیطه رو؟ ولی اینترنشنال نوشته حمله به زنی در قم به خاطر حجاب اجباری. کاملا مشخصه که حمله از سمت این زنه. گوشی یه چیز شخصیه، حریم خصوصیه. این زن به چه حقی داره به این طلبه میگه گوشی تو بده من چک کنم ببینم؟ تو چی کاره ای؟ مگه الکیه چک کردن گوشی دیگران؟ حکم قضایی میخواد، برو حکم قضایی بگیر، بیا بگو آقا من گوشیشونو میخوام چک بکنم. شما هم نمیتونید چک کنید، مقام قضایی، ضابط قضایی باید چک بکنه. میبینید دیگه رفتارشو کاملا مشاهده میکنید در شهر قم در درمانگاه. و این وظیفه مسئولین درمانگاهه که بیان به این خانم تذکر بدن، بگن حجابتو رعایت کن و کار به اینجاها نکشه. از همه مهمتر اینه که همین درمانگاه اومده این فیلم رو کاملا ادیت کرده، صورت زنه رو شطرنجی و تار کردن که دیده نشه، که براش مشکلی بعداً پیش نیاد، ولی صورت روحانی رو دارن نشون میدن. این باید بررسی بشه. اینا همه هدفمنده، کاملا هدفمنده. میرن تو شهر قم، تو یه جای مذهبی کشف حجاب میکنن که روحانی ها مردم مذهبی قم رو تحریک بکنن، درگیری ایجاد بکنن و در نهایت فیلمش رو بگیرن بفرستن برای شبکه معاند ایران اینترنشنال. چیزی که واضح بود در این فیلم، روحانی اصلا گوشیش به سمت اون زن هنجار شکن نبود. عکسی از اون مشخصه که نمیگیره، گوشیشو در میاره، چک میکنه، بررسی میکنه، میره. و این زن سلیطه حمله میکنه با جیغ و داد و هوا و فریاد، با جوسازی جو رو به هم میزنه که این فیلم گرفته بشه و ارسال بشه برای شبکه معاند و دشمن اینترنشنال.